بچه ها امروز اومدیم پارت سومش رو بگیریم. حالا بخش اصلیش اینجا نیستش، من اومدم بیرون فقط اینو گرفتم. نوشه جونتون، نوشه جونمون. البته بعدش سورپرایز دوباره دارم امروز براتون. میریم جاهای بالا، میریم دیگه. فعلا خدا. بچه‌ها اینم سورپرایز داریم، میریم با تلکابینش. ببینیم یه مسیر مارپیچ داره بچه‌ها، ببینید. بلند با حالا اینجوری خسته شدم بچه‌ها، دیگه کمش رفتم ولی خیلی ترسناکه. همه شیشه است. اینه اون رامسره، اون نمک آبرود اصلا هیچ فرقی نداره. بچه‌ها اومدیم اینجا یه بالاترین نقطه تفلیسه فعلا. ببینید حال کنید بچه‌ها، خیلی ترسناکه واقعا این چیزش، این تلکابینش خیلی ترسناکه. اونورم تکواست، اینجا هم کلیسا. خب ما رفتیم تا اطلاع بعدی. اینجا چه داریم این رستوران آخر میزه اون عیسی مسیح. بچه‌ها امروز آمدیم اینم گرفتیم. اینم خوشمزه به نظر میاد. تست هم کنیم. بدک نیم، خوبه. بچه‌ها این دستگاه اتکلونه، هم تا کمینی یه پیسش 2 تا لاری میخواد، 2 تا پیسش 4 تا. اینا به اینا تنوع اطراشه. این کلی بقیه اونو نمیدونم، اونو بقیه‌شون رو نمیدونم. من با حال دارم میرم سمت این دوربینه که شهر رو ببینم. من شهر حال کنیم. دوربینم اینجاست، برم دوربین رو ببینم. دوربین ببینم. اینجا رستوران هم خوردیم، لطفا چیز خوردیم دیگه. دایه شدم، خراب بود، هیچی نشون نداد. یه باد قرار. بچه‌ها همونطور که می‌دونیم می‌خوایم چرخ و فلک خیلی درازه. ببینید خیلی میره بود. من میترسم، تازه اینقدر از زمین ارتفاع داره. بچه‌ها اومدیم داخل تلکابین ولی من از ترس دیدم به خودم. الان ببین آخه فضا رو تا نصفش هم نه. بچه‌ها اومدیم بالاترین نقطه‌اش، همین دوریش بالای کوه. حالا اومدیم بالای این ببین شهر رو. بچه‌ها ما در راه برگشت هستیم. اینم اون برج است می‌بینید، فکر کنم پشتم. همین توی آره دیگه داریم برمیگردیم. بذارید بعد این همه ترسیدم دارم میرم مکدونالد یه چیزی بخورم، حداقل بشوره. اینم از مکدونالد ما، ببینید حال کنید. بریم توش غذاشم فیلم میگیریم. چه اینم پایان پارت سومه ما.